از خداوند عاجزانه مسئلت دارم. بار الها پروردگارا، تمام لحظه های عمر ما را مثل این لحظه بر این لحظه عبادت و بندگی بگردان. پروردگارا، بار الها تمام لحظه های عمر ما را مثل این لحظه بر این لحظه دوری از گناه و معصیت بگردان. پروردگارا، به حرمت این لحظه های اجابت دعا اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگارا، دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا، حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگارا، بار الها تمام برادرهای مسافر و مهاجری که از ما بارها دعا میپرسند، تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگارا، در کسب و کارشو برکت ها عطا بفرما. پروردگارا، مشکلی هاشون آسان بگردان. پروردگارا، هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشن به مراد و مقصد برسان. پروردگارا، خاتمه ما را به خیر بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، امروز هم باشه صحبت من در جواب اون سوال های هست که برادرها برای ما ارسال کرده اند. ان شاء الله رب العالمین این سوال هایی که برادرها با ما را فرستادند ان شاء الله امروز هم باشه جواب های اونها را میگردانیم. برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم داملای محترم، یک حاجی در مغازینش عرق می فروشد، آیا فروختن عرق ممکن است؟ اکنون برادرای عزیز خوب می شود که حاجی هست حاجی نیست یا کسی هست نام شخصیت ننویسه، چون که حاجی باشه یا غیر حاجی باشه همین مسلمان باشه اگر براش کفایه هست. آیا برای شخصیت مسلمان، برای انسان مسلمان نوع نوشاکی ها که اینها را شراب میگویند یا دیگرش فروختنشون درست هست یا نه؟ البته این در شریعت حرام است، منع هست، ناممکن است. چون که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که خداوند در شراب 10 گروه مردم لعنت کرده است. 10 گروه مردم ملعون هستند، یعنی لعنت کرده شده هستند. یکی از اونها انسانی یعنی فروشنده این شراب است. انسان فروشنده، انسانی که خریداری میکنه، اون انسانی که به یک شخصیت میبره، انسانی که میریزه، انسانی که مینوشه، یعنی در این روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم که خداوند 10 گروه مردم لعنت کرده است. اکنون این جمله مردم هایی که بعد از حج رفتن اصلاح نشدن، این برادر حاجی گفته نوشته، فهمیده میشه که حج اینها حج مقبول نیست. چون که حجی که او قبول شده درگاه خداوند، دوستای خدا گفتن که اون نشانه داره، نشانه ها داره. نشانه هاش همین است که انسان عوض میشه و دیگرگون میشه. انسان فعل خصلتی بچه ترک میکنه و فعل خصلتی خوب پیدا میکنه. اینها نشانه های چی هستند؟ قبول شدن حج. یعنی حاجی که رفت آمد با شراب فروشی کرد، حاجی که رفت آمد خیانتکاری کرد، تکبری کرد، یعنی با دیگر در اون شخصیت بدی ها زیاد شد، فهمیده میشه این حاجی نبوده. و تعبیر اون شاعر گفته خر اگر مکه رود آمده ملا نشه. خر است، یعنی به حج رفتن او یعنی دیگرگون نمیشه. و این خاطر فروختن عرق برای تمام مردم حرام است. بعضی برادرهای ما به بعضی کارخانه ها را برای حجت توری کردن باشه، یعنی که به بعضی رفیقهای تهجای همین شهرها را یعنی همچون هدیه از این نوشاکی ها میبرن، برادران از این حرام است. در همین لعنت گرفتار میشه. شخصیت هایی که برای حجت توری کردن یعنی به بعضی کلانترها و کاغذ توری کنه ها را شراب میبره، این حرام است. در این لعنتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند، این انسانی برنده هم گرفتار می شود. چه برادر عزیز پرسیده که السلام علیکم داملای عزیز، درباره شخص هایی که قبیله گرایی میکنن یک چیزی میگفتید. قبیله گرایی یعنی که انسانی که یعنی ملتچگی میکنه، قبیله‌چگی میکنه، اینها در شریعت حرام هستند برادران عزیز. خداوند عامه مؤمن و مسلمان در قرآن برادر خوانده است. انما المؤمنون اخوه. تمام مؤمن و مسلمان به همدیگر برادر است. پیغمبر بزرگوار گفتند که المسلم اخو المسلم، گفتند مسلمان برادر مسلمان است.
ما را خداوند در قرآن دستور داده است، امر کرده است که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. شما جمع شما ای مسلمان ها در دین خدا، در قرآن خدا چنگ بزنه، یک جایه باشه، تفریقه و پریشان نشوید. متاسفانه امروز کافر ما را جدا کرده است، چه از قبیله چیگی باشه، چه اینکه از این عقیده ها و رویه های زیاده که امروز در دنیا برآمدن. یعنی کافر توانست که امروز ما را جدا کرد، ما را یعنی در قصد همدیگر، در حق همدیگر زید و دشمن گرداند. به همین خاطر این چیز در شریعت معنی است، حرام است برادران عزیز. ولی یکی از دوستای خدا یک جمله های زیبا داره. حضرت میگه یکی گوید ز ختلانم تو را چی، دیگر من از بدخشانم تو را چی، نباشد یک جوان مرد بگوید مسلمانم تو را چی. میگه یک انسان میگه من از ختلانم، دیگرش میگه از بدخشانم. میگه آیا نباشه یک جوان مرده بگه من مسلمان هستم؟ تو فرقش که از کجا هست نیست. مسلمان برادر مسلمان است. به این خاطر برادران عزیز بزرگوار، ما باید همدیگر را جدا نکنیم. همه ما برادر هستیم، همه ما الحمدلله که مسلمان هستیم. در کنار جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت بلال حبش بود، سیاه بود. حضرت سلمان فارس بود، ابوبکر قریشی بود، دیگرش یعنی انصاری بود. همه چنگ زده بودن، همه یک جای اکو دادر شده بودن، یک ایمان داشتن، یک اسلام داشتن. و همین خاطر ما هم باشیم برادران عزیز بزرگوار، حرکت کنیم، هم دیگر را جدا نکنیم. یعنی جدا کردن، قبیله گرایی، این در شریعت اسلام برادران عزیز بزرگوار درست نیست. این حرام است و نادرست است. السلام علیکم دوملای محترم. به این سوال ما جواب گویید. نگاه کن چی میگوید، نگاه مکن که کی میگوید. همین شعر را معنا میکردید. نگاه کن چی میگوید، نگاه مکن که کی میگوید. این حدیث، این اصل حدیثی یعنی موقوف است. ابن عساکر از حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت کرده است. حضرت گفتند که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. گفتن نگاه کن که چی میگوید، نگاه مکن که کی میگوید. یعنی وقتی هر انسان گوینده باشه، هر انسان واعظ باشه، هر شخصیتی که نصیحتگر باشه، شما نگاه کنه که چی گفته ایستاده است. یعنی آیت قرآن میخونه و حدیث پیغمبر معنا میکنه، قصه و سرگذشت و تاریخ انبیای خدا و اولیای خدا را بیان میکنه. این چیزا ما باید اهمیت یعنی بدهیم. اهمیت ندهیم که کی سخنران است. متاسفانه امروز بعضی انسان ها دوست میدونن که فقط از فلان شخصیت بشنوند، از دیگر انسان ها نمیخواهند شنیدن. به همین خاطر برادر عزیز، معنای این است نگاه کن که چی میگوید. یعنی چی گفته ایستاده است؟ گفته خدا، آیت خدا را تفسیر داره، حدیث پیغمبر معنا داره. نگاه نکن که یعنی فلان داملا میگوید، فلان ایشان میگوید، فلان قاری میگوید، فلان عالم. این چیز برای تو باید اهمیت. البته سخنهای انسانهای خوب اهمیت دادن و یعنی عبرت گرفتن خوب است، اما هر شخصیت وقتی نصیحت کرد، او شخصیت خودش هر چیزی هست نیست، او را یعنی اهمیت ندید. چه اهمیت دادن در کار؟ گفتار او را که آیا او شخصیت چی میگوید. خب اینجا برادر عزیز پرسید که سلام علیکم دوملا، آیا در شبکه‌های اجتماعی شما سایت مخصوص دارین؟ به نام شما سایت ها بسیار است. نه برادر عزیز، من در شبکه‌های اجتماعی در یگان جاش سایت مخصوصه که یعنی دوما سوال جواب کنم یا اینکه شخصیتی خودم شیشتگی باشم، چون این سایت ها ندارم. اما بعضی برادرها هستن که نوارهای جمعه ها و بعضی سخنهای ما رو میگیرن. به خاطر دیگر برادرهایی که از شهر مسکو و دیگر جاها طلبگار هستن، به اون خاطر در سایت هاشون میگذارن. اما سایت مخصوصه که یعنی من در اونجا با شما سوال جواب کنم، چون این سایت یعنی من ندارم. هر انسانی اگر به نام ما سایت کشاده باشه، خواهش میکنیم که از نام ما یعنی در شبکه های اجتماعی سوال و جواب و گفتگوزار نکنه. چه برادر عزیز سوال داده است که السلام علیکم دوملای محترم، آدمی نمازخوان میداند زنا گناهی وزوین است،
خب دیده و دانسته زنا کند خداوند گناهش را میبخشد. انسانی که میداند که زنا گناهی بزرگ است، گناهی وزوین است و با زنا میکند، البته خداوند گناهش را میبخشد به شرطی که این شخصیت توبه نصوح کند، به شرطی که توبه یک باره کند. هر نوع توبه را خدا قبول نمیکنه برادر عزیز. توبه در درگاه خداوند قبول میشود که او انسان بعد از توبه کردنش دیگه در فکر اون گناه نباشه، در فکر تکرار کردن اون گناه نباشه. این گناهی که انسان یعنی میگه توبه کردم و دوباره یعنی چیکار میکنه، دوباره با در فکرش هست که با یعنی میکنه، این نوع گناه خداوند نمیبخشه. گناهی در درگاه خداوند بخشیده میشه که او انسان یعنی که از تحت دل توبه کنه و بعد از توبه کردنش دیگر در فکر گناه، در فکر تکرار کردن گناه نباشه. البته از تحت خداوند در قرآن میفرماید که استعیذ بالله لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله جمع گناه های شما را میبخشه اگر شما از تحت دل توبه کنید، از تحت دل توبه داشته باشه. ان شاء الله الله رب العالمین گناه های شما را میبخشه به شرطی که دیگر اون گناه در شما تکرار نشود. السلام علیکم بابا جان. خب آیا مار در خواب چی تعبیر دارد؟ مار در خواب البته معبرا اینا به دشمن تعبیر کردن و چند یعنی مثال آوردن درباره اینکه گفتن میتواند که یعنی شخصیتی که مار خواب دید میتواند که اون مار برای شخصیت جین باشه، یعنی جین در قصدش باشه یا دشمنش باشه، یا اینکه شخصیت میتونه که همون ماری که خواب دیده است چی باشه، یعنی همسر خودش باشه، برادر خودش باشه، یک دوستی نزدیک خودش باشه که در نقشه و یعنی در فکری ضرر رساندن این شخصیت باشه. اما بعضی از معبرا گفتن اگر مار کلام باشه این دلالت این داره که یعنی دشمنش نسبت به خودش قوی تر است، به قوت تر است. اگر مار اندک باشه فهمیده میشه که دشمنش نسبت به خودش یعنی چی است، بی قوت تر است. اگر انسان خواب بینه که مار در خوابش کشته است این فهمیده میشه که در دشمنش یعنی غالب برآمد است. به هر صورت ما دوستای خدا معبرها تعبیر به دشمن کردند. اما خوابها را جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم دو نوع تعبیر کردند. گفتن خواب رحمانی میشه و خواب شیطانی. انسان که خواب میبینه که حج رفته است، انسان خواب میبینه جناب پیغمبر را خواب دیده است، انسان خواب میبینه که یک کاری خوب کرده است، این خواب رحمانی است. وقتی که بیدار شد باید بگه الحمدلله، خدا را شکر، یعنی شکرگزار باشه، خرسند باشه از این خوابش. اما انسانی که بعضی خوابهای بد میبینه که گاو وایسر کرده است، سگ گزیدش، در یک چقری افتاد، یا این چنین خوابهای ناراحت کننده وقتی انسان میبینه، در این صورت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی از خواب خیز انسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بگه و جانبی یعنی چپی خود سه بار یعنی توف کنه، کم ترک توف کنه و جانبی دیگر گشته خواب روه. این خوابی چی است؟ خواب شیطانی است. و انسان بهترش این است که وقتی که خواب دید خوابهاش در هر شخصیت نگوید، خوابش از شخصیت بپرسه که او براش تعبیر خوب میکنه، یعنی تعبیر خوب. بهترش این است که انسان از انسانهای خوب یعنی بپرسه. خب السلام علیکم دوستان عزیز. درباره شخص‌هایی که نماز نمیخوانند میگویم فقط دل صاف باشد، یک چیزی میگویید. اکنون برادر از این شخصیت‌ها، انسان‌هایی که میگویند که یعنی دل صاف باشه و نماز نمیخوانند، امر و گفته خدا را به جا نمیارند، اینها فهمیده میشه که دلهاشو صاف نیستند. صافی دل این در عبادت و بندگی خدا است، صافی دل در یعنی فرمانبرداری و اطاعت خدا است. این همون اعتقادی چی هست؟ انسان‌های یعنی عقیده‌های باطله داشتن، اعتقادهای همونها هست. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث مبارکشون هست که حدیث بخاری و مسلم روایت کردن می‌فرمایند درباره دل هست. این حضرت می‌فرمایند که الا و ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هی القلب. گفتن در جسم و بدن هر انسان یک گوشپاره هست، یک جزئی، یک عضو معده هست. وقتی این عضو اصلاح شد یعنی پاکیزه و صاف و خوب شد، جسم و بدن انسان خوب می شود. اما اگر این فاسد شد، بد شد، ناپاک شد، جسم و بدن انسان بد و ناپاک می شود. جناب پیغمبر گفتن شما این را حتما بدانید که این دل است. وقتی انسان دلش صاف شد و اهل عبادت می شود.
میتوانش یعنی از روی انصاف میشه که انسان یک انسان زیناگر، یک انسان فاسق، یک انسان بینماز گفته شود که این دلش صاف است. البته را هرگز نمیشه. صافی دل در عبادت بندگی خدا است. صافی دل در پاکیزه بودن است، در خوب بودن است. انسان بگه که یعنی فقط دل صاف باشه و یعنی نماز نخونه، فهمیده میشه این دل ای صاف نه، بلکه دل ای بد و ناپاک است. خب السلام علیکم دوملای محترم، درباره عاق پدر و مادر یک چیزی می گفتید. برادران عزیز، عاق پدر و مادر، کلمه عاق اصل ما اگر یعنی معنای کلمه عاق اگر نگاه کنیم به معنای ترک کردن، یعنی پرتافتن پدر و مادر میشه. انسانی که پدر و مادرش ترک میکنه، سراغ نمیکنه، نگاه نمیکنه، احترام نمیکنه، حقشون ادا نمیکنه. اما کلمه عاق که امروز ما مردم تاجیک یعنی را عادت داره میگن فلانی پدرش عاق کرده است، مادرش عاق کرده است، این در تحت همون آیتی که خداوند برای ما یعنی دستور داده است، امر کرده است که ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. در تحت کلمه این آیت میداره خداوند ما را امر کرده در خدمت پدر و مادر، در نزد پدر و مادر اف نگویی، سخنهای قبیح و بد و آزاردهنده برای پدر و مادر نگویید. گفتن جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که این چیزا خداوند برای ما امر کردن که در نزد پدر و مادر فقط سخنهای یعنی دلبرداری، خرسند کردن برای پدر و مادر گویید، یعنی سخنهای قبیح و بد در نزد پدر و مادر نگویید. این دلالت داره. اما اکنون اون چند وعیده هایی که درباره یعنی انسانهایی که پدر و مادر یعنی عاق پدر و مادر هستند، ان شاء الله چند حدیثی را من اینجا نوشته کرده ام، ان شاء الله میخوانم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت فرمودند که الا انبئکم باکبر الکبائر، گفتن آیا من شما را خبردار نکنم با گناهی که از همه گناههای کلانتر است، یعنی با کلانترین گناه ها را من برای شما خبر نکنم؟ اهل اصحاب گفتن بلا یا رسول الله. گفتن آره یا رسول الله ما را خبردار کن. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن الاشراک بالله، گفتن یکم از همه گناهی بزرگتر و کلانتر به خدا شریک آوردن، یعنی مشرک شدن، این گناهی نابخشیدنی است. و دیگرش جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن والعقوق الوالدین، دیگرش عاق پدر و مادر. شخصیتی که عاق پدر و مادر است، گناه اینم خیلی گناهی بزرگ است. و جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی این سخنها را میگفتن تکیه زده بودن، اما از جای خود خیستند، دو زانو نشستند و جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الا و قول الزور و شهادت الزور، الا و قول الزور و شهادت الزور فما زال یقولها حتی قلت لا یسکتوا. راوی حدیث میگه جناب پیغمبر از جا خیستند، دو زانو نشستند و این جمله ها را تکرار میکردن که با از همه گناهی بزرگترین سخن دروغ گفتن و شهادت یعنی گواهی دروغ دادن است. این جمله ها را میگه تکرار میکردن. من گمان میبردم، فکر میکردم که جناب پیغمبر دیگه یعنی ساکت، یعنی این سخن ها را گفتنش بس نمیکرده باشه. یعنی این گناه های از همه بزرگتر هستند. یکی از اونها چی است؟ عاق پدر و مادر. در روایت دیگر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ثلاثه قد حرم الله علیه الجنه، گفتن سه گروهی مردم خداوند براشون جنت حرام گردانده است. یکی از اونها مدمن الخمر، انسانی که دوامناک یعنی عرق نوشی میکنه، انسانی میزده. و دیگرش والعاق، انسانی که عاق پدر و مادر است، اینم خداوند براش جنت حرام گردانده. و دیگرش دیوس، انسانی که دیوس است، جناب پیامبر گفتن دیوس شخصیتی است که ناپاکی اهلش میدونه و یعنی آرام نمیشه، یعنی سری راه او را نمیگیره، او را معنی نمیکنه، میدونه که یعنی زنش، دخترش، یعنی نزدیکاش بد و ناپاک هستن، فاحشه هستن و یعنی او اینها را معنی نمیکنه. این جمله را خداوند براشون دوزخ حرام گردونده است. در روایت دیگر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کل ذنوب یؤخر الله منها ما شاء الی یوم القیامه الا عقوق الوالدین، گفتن تمام گناه ها را خداوند عذابشون تأخیر میگذاره به روز قیامت. یعنی انسان هر گناهی کرد در روز قیامت بعد از آن خداوند یا او شخصیت میبخشه یا جزاش میدهه. گفتن مگر عاق پدر و مادر خداوند تأخیر نمیگذاره عذاب شه. خب فإن الله يعجله لصاحبه في الحیات الدنیا قبل مماته، گفتن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که انسانی که عاق پدر و مادر او شخصیت خداوند
در همین حیات دنیاش پیش از مردنش یعنی به یک بلا و به یک درد و به یک یعنی وزوینی سختی مبتلا و گرفتارش میگردن. یعنی آقی پدر و مادر خداوند در همین دنیا خارش میگردن و در همین دنیا به یک بلا و مصیبت گرفتار و مبتلاش میگردن. به همین خاطر از این گناهی بزرگ انسان خیلی باید که حذر داشته باشه که خیلی آقی پدر و مادر گناهی بزرگ است برادران عزیز. خب السلام علیکم دوستان محترم، درباره نشانه های رسیدن قیامت معلومات میدادید. نشانه های رسیدن قیامت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در روایت گفتن که یکمین نشانه رسیدن یعنی سرشوی قیامت آخری دنیا این بعثت من است، یعنی پیغمبری من، چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیا بود، یعنی خاتم تیارشوی پیغمبرها بودند. و درباره نشانه های قیامت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روایتی که این حدیث بخاری روایت کرده است، در بخاری است، از حضرت خب انس رضی الله تعالی عنه میفرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که این من اشراط الساعه ان یرفع العلم و یظهر الجهل و یذهب الرجال خب و یفشو الزنا و یشرب الخمر خب و یذهب الرجال و یبقى النساء حتی یکون ل50 امرأة قیم واحد. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از نشانه های رسیدن قیامت این است که علم از جامعه برداشته میشه، یعنی مردم بی سواد میمونند. متاسفانه امروز اکثر جامعه ما بی سواد است، یعنی علم دینی از علم قرآن از علم سنت مردم دور میمونند جناب پیغمبر گفتند و بی سوادی در بین مردم آشکار میشه، اکثر مردم بی سواد میمونند. این نشانه رسیدن قیامت است جناب پیغمبر گفتند. و زیناکاری در جامعه زیاد میشوه، زیناکاری در بین مردم زیاد میشوه و شراب نوشی هم در بین مردم آشکار میشوه. یعنی این گناه ها زمانهای پیش تا یعنی این سالهای 90 و 92 این گناه ها یعنی آشکار نبودن، پنهان بودن. هم شخصیت های که این گناه ها هم میکردن آشکار نمیکردن، پنهان میکردن. جناب پیغمبر گفتن یکی از نشانه های رسیدن قیامت این است که همین گناه ها آشکار میشوند و مردها کم میشوند. جناب پیغمبر گفتن و باقی میمانند زنها، حتی که برای یک مرد 50 زن میرسه گفتن جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این چی هست؟ نشانه های رسیدن قیامت. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حدیثی که حضرت جبریل یعنی این حدیث جبریل میگویند، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که اخبرنی عن الساعه. گفتن یا رسول الله، گفتن من از یعنی قیامت از رسیدن قیامت خبردار کن. جناب پیغمبر گفتن که من از تو زیادتر نمیدونم، یعنی من هم چنین تو قیامت علمش در نزد خدای فقط الله میدونه که قیامت کی سر میشود. بعد از اون حضرت جبرئیل گفتن که یا رسول الله من از نشانه های رسیدن قیامت خبر کن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن نشانه های رسیدن قیامت این است که ان تلید الامه ربتها. گفتن مادر یعنی مادرها مولا و صاحبهای خود را تولد میکنن. این جمله را دو نوع معنا کرده هستند محدثا. یک معناش گفتن امی ولد زیاد میشه، یعنی زمان پیش مردم غلام زن داشتن، کنیز داشتن، اونها را استفاده میبردن، یعنی با اونها هم خوابگی میکردن. وقتی اون غلام زن وقتی از صاحبی خودش که کودک تولد میکرد، این یعنی چیش میشید؟ امی ولدش میشید. بعد از مردن مولاش این زن خود از خود آزاد میشید. اما دیگر معنایی که این حدیث داره، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن زنها یعنی مادرها برای فرزندها همچون کنیز و خدمتگار میشوند. یعنی انسانها مادرهای خود را همچون کنیز، همچون یک غلام بر این کار میفرمند. یعنی این نشانه رسیدن قیامت است. و دیگر نشانه هاش پیغمبر بزرگوار گفتن که هر انسانی سرلیچ و پایلوچ و برهنه، یعنی هر انسانی کمبغل، هر انسانی نادار، هر انسانی گوسفندچران در فکری آبادی عمارت‌های زمانوی میشه. یعنی انسان‌ها حرکت میکنن چقدر قصرها و خانه‌های عالی زمانوی داشته باشند. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که تمام مردم شوق و ذوق و میلشون فقط در آبادی دنیا میشه، از آبادی دنیا چی آخرت در غفلت هستند. اینها گفتن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که نشانه‌های رسیدن قیامت هستند. خب السلام علیکم دوستان محترم، درباره فضیلت نماز جمعه یک چیزی میگفته چی ثواب دارد. فضیلت نماز جمعه برادران عزیز، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که
از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان گناه های صغیره که در بینشون هستن اینها را پاکیزه میکنن. یعنی که انسانی که در دوام یک امروز جمعه را خوان تا جمعه دیگر در این بین یگان گناهی میده کرد، گناه های کبیره فقط به توبه بخشیده میشن. گناه های صغیره انسان خطا میکنه، لغزش میخوره، یک کاری ناجا میکنه، به سبب خواندن نماز جمعه خداوند این گناه های و شخصیت میبخشه. و دیگر روایتی هست که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی روز جمعه شد خداوند بعضی ملائکه های مخصوصی داره که اونها را میفرسته، اونها در نزد دری مسجد میایستند. هر شخصیتی که وقتی به سوی مسجد آمد، یعنی انسانی که یکم آمد او را یکم درجه می نویسند. و جناب پیغمبر گفتند انسانی که یکم یعنی داخل مسجد شد، خداوند در نامه اعمال او ثواب یک اشتر در راه خدا یعنی قربانی کردن بخشیدن می نویسه. و انسانی که بعد از اون آمد او را خداوند می نویسه که گویا یک گاو در راه خدا صدقه کرده است. انسانی که بعد از او آمد یعنی دیرتر آمد، ثواب یک گوسفند یعنی در راه خدا بخشیدن. انسانی که بعد از او آمد حتی ثواب یک مرغ گفتن جناب پیغمبر. آخر گفتن انسانی که اخیر میآید و امام یعنی خطیب از خطبه خوانی پایان میشه و بیرون میشه، او انسان حتی ثواب یک تخم در راه خدا صدقه کردن ثواب میگیره. یعنی انسانی که زودتر آمد هم ثواب شنیدن میگیره، هم ثواب زیاد داره. البته فضیلت نماز جمعه ما کدام جمعه درباره فضیلت جمعه یا جمعه یعنی مفصل صحبت کرده بودیم. ان شاء الله در این اینترنت ها بزنید تماشاش کنه، ان شاء الله که بهتره. ثواب کلان داره برادر عزیز بزرگوار. خب السلام علیکم دوستان محترم. آیا از اینترنت، از یوتیوب، اینستاگرام پول کار کردن درست است؟ خب اکنون برادر عزیز این مسئله های همین زمانوی هستند. آیا از اینترنت، اینستاگرام پول کار کردن این برادر پرسیده است؟ اگر انسانی که مثال در یوتیوب باشه یا در اینستاگرام و دیگر سایت ها یعنی نوارهای اسلامی بپرتاید، قرائت قرآن یعنی بپرتاید، امر معروف و نهی منکر بپرتاید، چیزهای یعنی پند حکمت، نشیدهای اسلامی، چیزهایی که انسانها از او عبرت میگیرند، چنین چیزها اگر بگذاره البته براش معنی نیست، براش درست است، حلال است. یعنی پول کار کردن تا جای ما پرسیدیم از بعضی برادرهایی که در این شبکه‌های اجتماعی سر کار دارن، گفتن فقط یعنی پول کار کردن از یوتیوب و دیگرش از روی تماشا کردن، به زبان روسی پرسماتر میگن، از روی پرسماتر پول کار میکنن. اگر چیزهای حلال اسلامی باشه البته معنی نیست. یا اینکه بعضی انسان‌ها یعنی و زمانهایی بگیم رکلام میکنن، اعلان میکنن، یعنی ماشین‌هایی که مردم از سرحد میبرن یا ماشین‌هایی که مردم از تاجیکستان میبرن، اینها را یعنی اعلان کردن. یا اینکه مگزین یک انسانی یعنی سوداگر مگزینش اعلان میکنه که فلان جا مگزین در چیزهای ارزان است، از صاحب مگزین یگان پول بگیری، در این صورت هم معنی نیست، درست است. اما فقط این یعنی فتنه ها و بدی هایی که امروز در اینترنت ها زیاد شده که همدیگر را جواب میگردن، همدیگر را تحقیر دشنام میکنن، اگر چنین نوار بگذاری والله قسم این نوار هم حرام است، پول کار کردنش هم حرام است و دیگر یعنی چیزهاش هم حرام است. البته به شرط اگر مقصد و نیتشون اصلاح جامعه باشه درست است برادران، اما اگر بد گناه باشه درست نیست. خب السلام علیکم دوستان محترم. نزد فالبین جادوگر رفتن ممکن است؟ نه برادر عزیز، ممکن نیست. نزد فالبین و جادوگر رفتن این حرام است، این گناهش خیلی گناهی بزرگی است که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حد سخت گفتن، حتی یعنی به درجه کفر بردن. گفتن من اتی کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. گفتن هر انسانی که نزد فالبین میره یا نزد جادوگر میره این انسان کافر شده است. گوش اهمیت بده جمله رو برادر عزیز، این انسان کافر شده است با این قرآنی که برای محمد نازل شده است. یعنی هر انسانی که نزد فالبین و جادوگر رفت و او چیزی که فالبین و جادوگر میگه تصدیق کرد و قبول کرد، میگه این انسان با همین قرآنی که برای محمد نازل شده است، با همین قرآن یعنی کافر شده. خیلی گناه بزرگ است. در روایت دیگر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شخصیتی که نزد جادوگر یا اینکه نزد فالبین میروه، خداوند این شخصیت 40 شبانه روز عبادتهاش قبول نمیکنه. یعنی 40 شبانه روز عبادت و نمازی این انسانی که نزد فالبین جادوگر میره، عبادت این شخصیت یعنی در درگاه خداوند قبول نمیشه. خب السلام علیکم دوستان محترم. درباره نماز تهجد کدام سوره را خوانیم؟ برادر عزیز، در نماز تهجد یا در یگان نماز سوره خاص شدگی نیست.
یعنی مخصوص بگو یگان سوره باشه که برای نمازها خونی، چنین سوره خاص کردن نیست. کدام سوره میتونی، چقدر آیت زیاد بدانی، چقدر سوره زیاد بدانی یعنی بخونی بهتر است برات.